عالمی میفرمایند استعیذ بالله و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرین. صدق الله العظیم. رب العالمین میفرمایند که وقتی که ما با سوی ملائکه ها امر کردیم که سجده کنه آدم علیه السلام را، سجده کرامت، نه اینکه سجده عظمت، سجده احترام. رب العالمین میگه ما وقتی که امر کردیم با سوی ملائکه ها که آدم سجده کنه، میگه تمام ملائکه ها سجده کردن، مگر سجده نکرد شیطان، ایبا کرد، خودداری کرد، سرکشی کرد، نافرمان برداری کرد و استکبر، تکبری کرد. ببین رب العالمین میگه شیطان علیه لعنه سببی که سجده نکرد، یکمش که سرکشی و نافرمان برداری و خودداری کرد، دویمش که تکبری کرد. و کان من الکافرین، از جمله کافرها، از جمله نافرمان بردارها، از جمله شخصیت هایی که ابدی اونها را قبول نداره، ما از جمله اونها گردی. ببینه برادران عزیز، کبر سبب شد که شیطان علیه لعنه از درگاه خدا ابدی محروم و ملعون و مردود شد، رانده شد. آدم علیه السلام هم کمبودی کرد، خطا کرد، از جنت بیرون شد. اما رب العالمین وقتی به سوی او خطاب کرد، در حال گناهش اعتراف کرد، گناهش به گردن گرفت. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. و ای پروردگار، عیب خودم شد، به نفسم ظلم کردم، من ترا نافرمان بردم. گناهش اقرار کرد. وقتی ابلیس علیه لعنه را گفت برای چی سجده نکردی؟ گفت انا خیر منه، گفت من از این آدم بهتر هستم، من از انسان بهتر هستم. خلقتنی من نار و خلقته من طین، من از آتش خلق کرده، انسان از خاک خلق کرده، من نسبت به آدم بهتر هستم. شیطان علیه لعنت در اصل بدبخت تکبری کرد. آیا برادران، از روی انسان آیا آتش بهتر است یا خاک؟ آتش فقط می سوزانه، خراب میکنه، ویرانه میکنه، اما خاک می سبزانه، می رویانه، حاصل می بخشه، آبادی میکنه. آتش رو ببینید با مسجد ما چی کرد، تا حال به خود نآمدیم. شیطان هم این چنین است برادری عزیز. اما خاک دوباره زینت بخشید، آباد کرد. شیطان علیه لعنه گفت من از این آدم بهتر است، من از آتش خلق کرده، انسان است. به همین خاطر سببی که شیطان رانده شد برادران عزیز بزرگوار تکبری شد. به همین خاطر ما و شما حرکت داشته باشیم که کبر اگرچه ذره هم باشه در خود راه ندهیم.